سلامت باشید صاحب. ما پیش از اینکه ما شما موترها را ببینیم خبر شدیم کدام شیرینیخوری داره. هر دوست ما که میگه موتر فروشی سخا موترهای کونه و مستعمل به لیلام مگذاره، همین موتر در روز شاهیت هم برات کس گل نزده. چپله در گیر گیربکس اتومات، ماشین 4 سلند با استیکر قندهار، قیمتش 13000 یک موتر، دو موتر 12000 11000 10000 دلار. ولی دختر بسیار مقبول، بسیار زیبا در این موتر فروشی آمد و برای من گفت که آجی صاحب من میخوایم من بتونم چهره پشت کامرا با چهره اصلی من یکسان بسازم، من بتونم یک چهره مثبت برای هموطنان همکار تکنیکی ما بگیریم که چی یک نمبر پلیت بسیار مقبول و مسلسل. قیمت از این موتر تبدار، فول آپشن، فول اسکرین، قیمتش 6,500. بعضی کسا میگن که آجی وقت موترها را لیلام میکنه، موترهای کنه، موترهایی که بخار میکنه، موترهایی که کت است، موترهایی که پوزش کت است. دوستای عزیز از پوز کت، چت کت، شاسی خوردگی یک ماه ضمانت و موتر ما موتر کاملا جدید که در افغانستان 100 نچه 20000 2000 کم 18000 2000 کم 16000 2000 کم 16000 2000 کم 14000 8000 دلار است. 7500 7000 دلار. کراسرود با رنگ بسیار مقبول، گنجایش 9 نفر، گیربکس گی اتومات، ماشین 4 سلند دبل ایکو با یک پیلکپ‌های بسیار زیبا با پلیت جواسایت. قیمت موتر 7000 دلار، 6,500 6000 5,500 دلار. ولی 32000 دلار این موتر خیلی فروش شد. 16000 15000 نصف قیمت، 14000 و 13000 دلار. ولی 12000 18000 17000 و 16000 دلار و 15000 دلار. ولی سلام احترامات خدمت همه شما هموطنان عزیز و سابسکرایبران نازنین چنل یوتیوب افغانستان لایف یا زندگی در افغانستان. قسمی که بیننده هستین بک‌گراند مرا و ما همیشه همین صحبتم است که چیزی که در بک‌گراند باشه با شما با معرفی میگیرم. نمایشگاه موتر فروشی سخا آمدیم و امروز امرا با سخا هماهنگی کرده آمدیم تا از این نمایشگاه موتر فروشی با شما گزارش داشته باشیم. البته موترهای را هم به لیلام میگذاره از گل روی ما، البته که خودشان که یک چند موتر به لیلام میگذارن تا شما بیاین و خریداری بکنین. با ما همراه باشین و خدا کنه از گزارش امروزی ما لذت ببرین. خب هموطنان عزیز و بیننده چنل یوتیوب افغانستان لایف قسمی که گفتم در نمایشگاه موتر فروشی سخا آمدیم و فعلا هم در کنار یک شخصیت قرار داریم که در این روزا یک چهره مثبت افغانستان به جهانیان شده. آقای صاحب سلام علیکم، سلام و کلام با بیننده عزیز ما. سلام خدمت خودت عزیز بیادر، خدمت همکار تکنیکیتان و یک سلام دیگه خدمت بیننده عزیزی که ما را از طریق این کامرای تلفن و تلویزیون و لپتاپ و گپا میبینن. یک سلام بسیار خاص برشان تقدیم. در برنامه می داشته باشیم اما دست خالی نمیریم، باید چند موتر لیلام کنیم برمون. بردوچشم چرانه خوب است از طالع شما. ما شما شاید بودین دو سه برنامه دیگه داشتم که باران میبارید و از طالع شما باران هم استاد شد. خوب است در بیرون نمایشگاه ان شاء الله ما موتر به لیلام میگذارم به احترام شما. در داخل نمایشگاه هم و دوستای عزیز ما بسیار افتخار میکنم، بسیار برای من قابل فخر است که ما هموطنایم از دوستا خواهش میکنن که شما در نمایشگاه سخا برین. نمایشگاه سخا موتر فروشی است که از خودشان است و در خدمت خودشان است. خب آقای صاحب چند موتر امروز به لیلام میگذارین؟ چند موتر برات بگذارم؟ حداقل یک 5-6 موتر. باید 5 تا به احترام خودت و 2 تا به احترام همکار تکنیکیت و 3 تا به افتخار بیننده 10 موتر به لیلام می‌ذارم. سلامت باشید صاحب. و ما پیش از اینکه ما شما موترها را ببینیم خبر شدیم کدام شیرینیخوری داره.
همین موضوع شیرینی خوری چه رقم است آقای صاحب که ما به خبر نمانیم؟ شما شاهد بودین که یک دختر بسیار مقبول، بسیار زیبا در این موتر فروشی آمد و برای من گفت که آجی صاحب من میخوایم عروس چم. خوب بسیار خوب. عروس چم و ما به بسیار افتخار قبول کردم. گفتم خیلی ماشاءالله 7 بچه دارم، از این 4 تاش زن داره، سرزانه که چیز نشه دیگه شهر کدامش خوش میکنی ما تو را میگیریم برش. یعنی شیرینی خوری داره که اینا یک موضوع است که ما باید برم فامیلیش ببینم، رضایت فامیلیش بگیرم، رضایت قوم و خیش اونایش که وقتی انسان گل میگیره با گلبوتش بگیره دیگه انشالله یک شیرینی خوری درک است ببینیم که توکل به خدا. سلامت باشه آقای صاحب، نام ما رو در لیست مقصد بگیریم. در کدام لیست؟ اما- در لیست بچه‌ها نه. یا در لیست میمانان؟ نه لیست میمانان نه، در لیستی که مثال خواستگاری میرین بگو یک بچه دیگه با نام حاجی پیمان داریم. دوستا هموطنای عزیز و دختر ما مرک آمد گفت که تذکری او بچت مگر به نام خودت باشه. خیر یا فوتو چنج میشه یا نام چنج میشه، مشکل نداره. خودت هم اولاد مستی، سلامت باشه. برادر مستی، خواهرزاده مستی، اینی بچهای من کلشه که خودت هم حیثیت بچهای من داری و اینجا نام خدا تعداد بچهای من که بچهای منوی مست زیاد است، یعنی کلش میبرم برام خصوص از او میگم این از جمع اینی بچهای میکشه خوش کو دختر تبتی برش. سلامت باشه آقای صاحب. خود میکنه هر کدام قبول کرد. سلامت باشه آقای صاحب، بخیر باشه آقای صاحب. یک موضوع دیگه که امروزا در صفحات مجازی خیلی دامن زده میشه، این حرف ما نیست، البته حرف یک تعداد کسایی است که چلنج بازی میکنن و میگن که همین موتورایی که با اعلام گذاشته میشه واقعی نیست یا روی تصویر یک چیز است، زمانی که مراجعه میشه به نمایشگاه چیزی دیگر است. در این مورد هم میشه صحبت داشت. شما همین لحظه شاهد بودین که یک موتر ما $6000 قیمتش بود، $5000 به لیلام ماندیم و یک آجی صاحب بسیار محترم آمد برای من گفت $4000. ما $4000 دادم. این خدا شاهد است و شما شاهد هستین که بچه میجا بسیار جگرخون شد. موتر 6000 ما فروخته بودم تو 4000. ما گفتم وقتی که من زبان میکنم زبان ما آخر گپ است. وقتی که من لفظ بکنم ما برای هموطنان میگم که هر موتر را که من لیلام میکنم مال خودم است، از کسی دیگه لیلام نمیکنم و هر موتر مرا که هموطنان میخرن قیمت لیلام در تمام شبکه ها، در تمام شبکه های اینترنتی و یوتیوب است. فقط همون نقطه را یک چیز بگیرن، اسکرین شات بگیرن و بیاین $100 کمتر بتن من موتر برشان میدم. اما مسئله چالش ما با کسی شوخی ندارم، با کسی رقابت ندارم، با کسی اودرزادگی ندارم و او تو کسی الحمدلله نیست در حد ما که برای ما چالش بده. ما 50 سال میشه شرکت سخاوت از ماست، 50 سال میشه که در همین بخش کار میکنم و یگان کسی که با یک موتر خب نمیگم برش احترام دارم. در حد اونو بچه یک روز برش گفتم که در حد اونو بچه خوردم هم نیست. ما آدم بسیار بنده خدا هستم، آدم بسیار ضعیف، آدم بسیار از خدا میترسم. بنده چی باشه و غرورش، بنده چی باشه کبرش، بنده چی باشه چالش دادنش. تو بنده که چالش میتی میگه ما این کارو میکنم، خدا میگه تو بنده قدرت زیر نداری از جایت بلند شوی. خدا میگه تو بنده قدرت زیر نداری. تو برای حضرت علی علیه السلام گفت که یا علی بوتتان پاره شده. گفت که ما از بیت المال پول بگی یک بوت بخر، وقتی از ما شد پس دوباره میگیریم در بیت المال میمونیم. تو خلیفه مسلمین هستی یک بوت نو داشته باشی. گفت آیا عمر همه قدر برای ما مولت میته که ما قدر زنده باشم که پیسی بوت دوباره بتم؟ امروز ما اینمی چیز نداریم که اعتبار داشته باشیم سر خود که ما چالش بتیم، ما این کارا میکنیم. نه،
ما قادر به هیچ کاری نیستیم. خصوصا این موضوع تجارت است. در تجارت الحمدلله تجارای است، الحمدلله موتر فروشی است که یک هزار دانه موتر زره دارن. ما که 4 تا موتر کونه یک دفعه خود در زمین میزنیم، یک دفعه در زمان میزنیم، یک دفعه خود ایسو میزنیم، یک دفعه خود اوسو میزنیم. عزت و ذلت پیش پروردگار است. اگر انسان خداوند عزیز ساخت عزیز میسازه و اگر ذلیل ساخت خداوند نگاه بکنه ذلیل شدن. آقای صاحب، یکی از جوانایی که مصروف موتر فروشی هستن چند روز پیش ویدیوش در صفحات مجازی برآمده بود که گویا موتر فروشی سخا یا نمایشگاه موتر فروشی سخا موتر از ما میخره و در نمایشگاه خود به لیلام میگذاره که همین مردم هم همین موضوع مکتب دوستا رو به تشویش ساخته بود. در ارتباط به این موضوع چی؟ یک کسی یک موتر چالش داده بود و ما او چالش اصلا خودش برای ارزش نداره، موترش ارزش نداره. ما موتر نداشتم برای لیلام که لیلام بکنم. از این بازار بهترین موترها را به شمول موتر چالنجی خریدم و آوردم اینجا لیلام کردم. یعنی خرید کردم. موتر برای لیلام ضرورت داشتم، رفتم و موترهای چالنجی نامدار خریدم لیلام کردم. سلامت باشین آقای صاحب، بریم سراغ موترها بریم که موترها رو به معرفی کنیم. خب بیننده عزیز، ما میریم به سراغ موترهایی که آقای صاحب سخا گفتن که به لیلام میگذاریم. البته خوشبختانه امروز 10 موتر به لیلام میگذارن و بیننده عزیز ما سابسکرایبرایی که چنل ما رو فالو میکنن میتونن به موتر فروشی سخا مراجعه بکنن و موترها را خرید. آقای صاحب موترهایی را گفتین 10 موتر امروز لیلام میمونن. کدام موتر هستن؟ بیاین موتر اول میگیریم. بین. خب بیننده عزیز، آقای صاحب موترها رو برای ما و شما به معرفی میگیره. ببینیم که کدام موترها رو لیلام میگذارن، اگر بتونیم یکی شما هم خریداری بکنیم. دوستای عزیز، موتر اول را که ما به لیلام گذاشتیم موتر اودی بود، مدل 2010، قیمت $6000 بود. $5000 به لیلام ماندم و موتر از بچیم بود. یعنی میبینیم کجا گریه داره. آجی صاحب آمد گفت $4000 و 6000 که از اینا گپ زده بود. آجی صاحب همین قسم است نه؟ گفت 4000. گفتم برو خطش نوشته کو. آقای صاحب همین موضوع چه رقم است؟ یخی صحیح میگه گپ میزنه. $6000. بله. و گپ دیگه که آجی صاحب $1000 نداشت. گفت بچه‌ها بانه در دستشان آمد گفت که نمیتیم که پیسهش نیست. گفتم پیسهش من میتونم موتر بتیم. یعنی آقای صاحب خرابات کرد. خرابات نیست، ریش سفید آجی صاحب. سلامت باشین آقای صاحب، خداوند به اندازه دلتان بتتن. چپلای در گیر بکس اتومات، ماشین 4 سلند با استیکر قندهار، قیمتش 13000. یک موتر، دو موتر 12000، 11000، $10,000 به لیلام. $10,000 لیلام. موتر دوم یک موتر اوندا کراس رود با رنگ بسیار مقبول، گنجایش 9 نفر، گیربکس گی اتومات، ماشین 4 سلند دبل ایکو با یک ویلکپای بسیار زیبا با پلت جواسایت. قیمت موتر $7000، 6500، 6000، $5500 به لیلام. $5500 قدر موتر ارزان دیگه بیننده عزیز پیدا کردن نمیشه. دوستای عزیز، الحمدلله در موتر فروشی ها یک نفر هم نمیداره، اما موتر فروشی را شما ببینید ماشاءالله. الحمدلله خدا را شکر میکنم، خدا را 1000 بار شکر میکنم که امروز به هدفی که ما داشتم کو اعتماد هموطنان بود، او را به دست آوردیم و الحمدلله هموطنان مرا پذیرفتن و من شکر خدا را به جای میارم. ایرا آقای صاحب شما خبر دارین که به چهره مثبت افغانستان در جهان تبدیل شده. خدا کنه ما بتونم چهره پشت کمره با چهره اصلی ما یکسان بسازم. ما بتونم یک چهره مثبت برای هموطنان باشم. ما بتونم یک بنده خوب برای خدا باشم. خب قیمت از این موتر موتر دیگه ما با موتر لیدر سیت سیاه تبدار، یک موتر بسیار زیبا مقبول با یک نمبر پلیت بسیار مقبول که شما نمبر پلیت چه همکار تکنیکی ما بگیریم که چی یک نمبر پلیت بسیار مقبول و مسلسل. قیمت از این موتر تبدار فول آپشن فول اسکرین قیمتش $6500. ثابت بریم. ثابت است. خب بیننده عزیز با ما همراه باشین و موترهای دیگه. آقای صاحب چهارمین موتر شد درست؟ موتر دیگه یک موتر مرسدس بنز مدل 2016
بعضی کسا میگن که آجی وقت موترها را لیلام میکنه موترهای کنه، موترهایی که بخار میکنه، موترهایی که کت است، موترهایی که پوزش کت است. دوستای عزیز، از پوز کت، چت کت، شاسی خوردگی یک ماه زمانت و موتر ما موتر کاملا جدید که در افغانستان یک ساعت نچلیده، یک ساعت نچلیده. صفر از 2016 صفر نیست، چلیده خارج است. قیمتش 16000 دلار، 15000، 14000 و 13000 دلار. 13 موترهای بعدی را میبینیم ویسه موترهای دیگه ما موتر 34 تویوتا 34 مدل 2019. موترهای بسیار زیبا با پلیت، با جواساید، با اسناد قانونی. پلیت های از این موتر کجاست؟ خب پلیت های شیجابوت نیست، با پلیت و جواساید. موتر 4 سلند هایبرد. قیمت از این دو موتر فی اراده موتر 19000 دلار است. موتر هوشمند است که طرف جا چپ پیشروی پیشتر اگر با موانع موتر بایسکل مقابل میشه، این موتر آلارم میده، عکس العمل انجام میده. قیمت از این موترهای ما 19000، 18000، 17000 و 16000 دلار و 15000 دلار بلیل. سلامت باشین ویسه. تست خب بینده عزیز، موردی که در صفحات مجازی بوده که گویا ایسا موترهایی که لیلام میکنه مشکل داره، اسنادش مشکل داره، شما خودتان میبینین و ما هم همینجا به چشم میبینیم که اصلا اون موضوعات نیست و از تمام مواردش ایسا ضمانت قربان میشه که یک شاگرد خوب و یک شاگرد بسیار نازنین. فکر میکنم واجی صاحب که بعد از این مرا دمیج منیجر میگیریم که موترها رو بفروشم، درست است؟ ما که میبینم نام خدا تایرار هم بسیار پاک ششتی، صافیام زدی، سویچ بورد هم پاک کردی و نمبر پلیت ها گم شده بود و نمبر پلیت هم در 1 دقیقه برم پیدا کردی از طرف موکس، بعد از این منیجر از طرف موکس. ضمن ما دوستای عزیز من بعد از این منیجر هستم همراه حاجی صاحب موترها رو بفروشیم. ببینید و به یک شرط که همو رو اینجا نبویی که دیگه موضوع چلنج ملنج ما ما موضوع رو حل میکنم. آیسا فعلا مصرف گرفتن یک شاگرد است که امروز امتحانی شاگرد گرفته که کار کردن میتونه یا نمیتونه، که اونا خوشبختانه اوکی کردن و اینا رو به کار گرفتن. بریم عزیزی بیادر میریم آیسا، پیش بریم آیسا گوی طرف میریم. از اینجا بفرمایید آیسا. خب بیندایز با ما همراه باشین و موترهای که لیلام گذاشته میشه شما میتونین بین از نمایشگاه موتر فروش سخا خریداری بکنین. عزیزای بیادر، عزیزای دل، اینجا داریم یک قطار موتر مارکس. موترهای مارکس موترهای بسیار زیبا، مقبول، با نام نشان، موترهایی که نظیرش انشالله در کابل نیست. رنگای نقره‌ای، تبدار، فول آپشن، بسیار زیبا، مقبول، با نمبر پلیت جواساید. قیمت های موترهای ما 6,500 دلار و این طرف موترهای چکو به اصطلاح رنگ چاکلیتی و سفید، قیمت های از یا 5000 دلار. 5000 دلار است. زیباترین موتر این نمایشگاه را براتون بماریم. زیباترین موتر این نمایشگاه موتر بنز است، مدلش 2013 با پلیت جواساید کابل. دوستان میگفتن که نمایشگاه سخا تنها موترهای دست ژاپن داره، اما ما موترهای دست افغانستان هم الحمدلله داریم. موتر دست افغانستان، پلیتش منفی 6، تبدار، موتر بسیار زیبا با سیتای لیدر سیت کریمی. قیمت 16000 دلار است تا 32000 دلار این موتر خرید فروش شده. 16000، 15000 نصف قیمت، 14000 و 13000 دلار به لیلام. یعنی بیننده عزیز زیباترین موتر میتونن شما با قیمت 13000 دلار از نمایشگاه موتر فروش سخا پدیس برین. فلدر است، فلدر WXB موتر که با این فلدرهای با فلدرهای دیگه متفاوت است. بله مدلش بالا است، موتر برقی است، یک موتر بسیار زیبا مقبول. قیمتش 8000 دلار است، 7500، 7000 دلار. 7000 موتر دیگه ما یک موتر کورولا، تویوتا کورولا مدل 2008 تبدار، به اصطلاح اس کلاس با پلیت منفی 6 کاملا جدید. هر دوست ما که میگه موتر فروشی سخا موترهای کونه و مستعمل به لیلام مگذاره، همین موتر در روز شاهیت هم برات کس گل نزده بود.
8000 11000 قیمتش است. 10000 $9,500 $9000 بلیلام. $9000 بیست. موتر دیگه یک موتر فرونر، یک موتر بسیار زیبا، مقبول، تپدار، کمکدار، با پلیت نو، موتر نو، ناچلیده که هیچ نچلیده. منفی 5 قیمتش $22,000 است. $2,000 کم 20000، 2000 کم 18000، 2000 کم 16000، 2000 کم 16000، 2000 کم 14000. 14000 از پایین نمیشه ایسته. با نصف قیمت 12000 گیربکس گیر اتومات، ماشین 4 سالند پترول، قیمت ازی $7000 بلیلام. 7000 و اوجا یک قطار کراسروت دارم، کراسروت های با رنگ های مختلف، کمکدار، بدون کمک، گنجایش 9 نفر با پلیت جواسیر کابل. قیمت هایشان از 5500 الی $7000. آی صاحبی و موتورا ارسش که در قطار آخر از چند سیت است؟ 3 سیت است، گنجایش 9 نفر. یک شیپ بسیار مقبول هم داره موتور. بسیار مقبول، بسیار زیبا. بیاین که یک موتر بگیریم و لیلام بگیریم. خب بنده عزیز با ما همراه باشین و موتورهای را که آی صاحب لیلام کرده میبینیم. مارکس یک موتر بسیار زیبا، بسیار مقبول، 6 سالند گیربکس گیر اتومات با پلیت جواسیر کابل. این هم امروز به لیلام میگذارم، قیمت $6000 است. 5500 $5000 به لیلام. پشترش یک موتر کراسروت داریم. کراسروت هم یک موتر 3 سیته، گنجایش 9 نفر، گیربکس گیر اتومات، ماشین 4 سالند، بسیار کم مصرف. قیمت از اون موتر $6000. $6000. خب این عزیز تمام از این موتورهایی که به لیلام گذاشته میشه باز هم تاکید میکنم شما میتونین به نمایشگاه موتورفروشی سخا مراجعه بکنین و این موتورها را به دست بیارین. دوستان عزیز یک موتر برای شما به نمایش بگذارم. کسایی که دوستدار این موتر است، موتر کورولا است 95 که این از لحاظ مدل خود سابقه است، اما از لحاظ نو بودنش فکر کنم که نظیرش در کل افغانستان نباشه. این موتر قیمتش $5000. انا ایسا باز هم چالش گفتن که نظیر از این موتور نه، چالش من نمیتونم تا نظیرش انشالله که نیست، چون مسئله چالش بسیار یک گپ زیاد شده. نه یک گپی که بسیار سبک است، بسیار طفلانه است. موتر دیگه ما یک موتر مارکس است، مارکس بسیار زیبا مقبول. قیمت از این موتر $4500 است و $4000 به لیلام. بیشتر میریم بیننده عزیز و میبینیم موتورهای دیگه که اکوا است، اکوای برقی. قیمت از این موتر با پلیت جواسیر $5500 و $5000 با پلیت جواسیر به لیلام. و دوستای عزیزی که بر رنگ سرخ علاقه دارن این موتر میتونن بسیار یک انتخاب خوب برشون باشه. هم سرک بند شده، سرک حالا دوستای عزیز متوجه هستین، میبینین الحمدلله دوستا هموطنا قسم میبینید که سرک مکمل بند شده. دیگه ما خواهش میکنم کسایی که در سرک هستن این گپا موتر سرکا رو الا بکنن که تا سبب بندش جاده نشه. ماشاءالله ایسا خدا نمتال مشتریاتان زیاد بسازه، خیلی بیروبار هم هست. قربانتان زنده باشین. موتر دیگه که به لیلام میگذارم یک موتر مارکس است، مدلش 2006، $4000 قیمتش، 4000 $3500 $3000 $2500. موتر با این زیبایی $2500 بینده. موتر دیگه که اینجا میبینین $4500 قیمتش است، مارکس است، 4000 $3500 به لیلام. $3500. یک برین از آی صاحب رنگا سر قیمتا تاثیر داره؟ نمانا در افغانستان نیست. بخاطر که هر کس کشتار همه موتر خود است. هر کس یک موتر به خود دوست می‌داشته باشه. رسیدیم در بخش دوم نمایشگاه موتر سخا. اولین موتر را که به لیلام میگذارم، دوست ما اگر این موتر تصویرش ببینن، زیباییش بگیرن، شیک بودنش ببینن، ساخت جرمنی است،
موتر لیدرسیت است، موتر اتومات است، موتر پترولی است. قیمت از این موتر 12,000 10,000 8,000 5,000 4,000 3,000 $2,500 دلار. ببینیم هزار دلار. آقای صاحب یک موضوع دیگری که قابل یادآوری است، پیشتر شما یاد کردین گفتین کسی از ایران به شما پیام کرده بود. دوست عزیز از ایران کسی پیام کرده بود که مایه افتخار همه افغانا است، مایه افتخار همه ماست. در ایران او دوست ما که محمد نام داره برش سلام عرض میکنم، در یک شرکت کار میکرد. گفت ما حاجی صاحب برای ما اصلا به دیده یک انسان نمیدیدن. فکر برای ما میگفتن محمد در وطن شما موتر آمد، ماشین آمد است، از این ماشین ها شما هم دارین. گفت یک روز حاجی صاحب من اونجا شته بودم چای میبردم، گفت ابی صحبت شامل لحظه در تلفنم است، اگر هم وطنا خواسته باشه بسیار معسق میرم نشر میکنم. گفت که امی برنامه را که دیدیم، گفت آقا محمد این کجاست؟ گفتم افغانستان است. گفت در افغانستان این ماشینا هست؟ گفت این چه قسم حراج میشه؟ اونجا لیلام حراج میگن، این چه قسم حراج میکنه؟ گفت حاجی صاحب من متوجه شدم که خودت $2,000 پایان میکنی، مثلا 20,000 18,000 16,000 14,000 13,000 10,000. گفتی زن به نام خانم فرهادیان بود چی بود؟ گفت کلکش زیر دهنش، گفت خاک به سر من که من رئیس انجمن تجارا هستم، نتونستم 1 میلیارد ذخیره بکنم، اما آجی در 5 نوبت به اصطلاح لیلام خود 5 میلیارد پایان آورد. $2,000 چیز میشه، $1,000 500 میلیون میشه، 50 میلیون میشه و نمیفهم دیگه. اما قسمتش که $2,000 100 میلیون میشه، همون تو یک چیزه. گفت که 1 میلیارد آجی پایان آورد در یک لیلام. گفت برای من باعث افتخار است و من از اون روزی که این اعلان دیدن، این موترها را دیدن و شما را دیدن، گفتم ما در چوکی نشینیم اونا نمیشینن. افتخار است برای خب موتر دیگه بیننده عزیز میبینیم. موترهای دیگه ما موترهای کراون است، مدل 2010 12 8، سه موتر بسیار مقبول با پلیت جواسایت. قیمت های از این موترها $8,000 $7,000 و $6,000 به لیلام. همگی شایسته به می 3 دانه موترایی که امی 3 دانه موتر تی اراده. موتر دیگه که به لیلام میگذارم دوستای عزیز، یک موتر توکاما است. موتر توکاما یک موتر باربری قوی شیک است. قیمت از این موتر $12,000 $8,000 $7,000 $5,000 $4,000 به لیلام با پلیت جواسایت. دوستای عزیز این بود برنامه امروز ما که من خدمتتان عرض کردم. شماره تلفن ما 0780 76 5000 و 0790 76 5000. دوستای عزیز چه خوب یک باران میباره، رحمت خدا میده و بسیار خوشایند است و انشالله دعا میکنم یک زمستان بخیر باشه، یک زمستان پر از برکت باشه. و آدرس من نمایشگاه موتر فروشی سخا، هتل شام پاریس، کابل، افغانستان. زنده باد افغانستان، زنده باد مردم افغانستان. آرام باشید. سیزه تشکر از وقتی که وقتتان برای ما دادین. بخیر باشین، سلامت باشین. و بیننده عزیزی که تقاضای خرید از این موترهای که شما 7 دانه 8 دانش به خاطر ما لیلام کردین و 2 دانش هم به خاطر ایمال جان کامرمن ما لیلام کردین، عزیز اگر بخواین به دست بیارن تا چه وقت دارن؟ امروز تاریخ 8 است فکر میکنم، تا تاریخ 12 4 روز من در خدمت هموطنان هستم و کسایی که هر موتر مرا میخره، کسایی که اعتماد داره نمایشگاه موتر فروشی سخا و کسایی که اعتماد نداره میگه لیلام راست است یا نیست، هم یک توته اسکرین شات بگیره بیاره $100 کم آجی سخا برش در خدمت. سلامت باشین آیسف، وقت خوش داشته باشین، بخیر باشین. خب بیننده عزیز و همراهان گرامی چنل یوتیوب افغانستان لایف، این بود گزارش امروزی که از نمایشگاه موتر فروشی سخا برای شما تقدیم کردیم. فراموش نکنین زمانی که مراجعه کردین چنل یوتیوب افغانستان لایف را نام ببرین و قسمی که خدای صاحب گفتن یک اسکرین شات از برنامه ما را براشون نشان بدین و بگوین که شما 10 الی 12 موتر را به خاطر همین چنل یوتیوب لیلام کردین. حتما اون موترای است که موترای دلخواهتان است به دست میارین. تا برنامه دیگر از یک منطقه دیگری از شهر کابل و یا هم ولایت افغانستان که ما حاجی پیمان پیکار در خدمت تمام شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به خداوند متعال میسپارم. فراموشتان نشه باز هم گپ همیشگی چنل یوتیوب افغانستان لایف را سابسکرایب کنین،
پیام بانین، کامنت بانین و نظریات خود را به خاطر بهتر شدن برنامه‌های ما با ما شریک بسازین و همچنان زنگوله را فشار بدین تا اولین نفر باشین تا از برنامه‌های آینده و برنامه‌های بعدی ما آگاهی پیدا کنین. الان نگهدار، وقت همگیتان خوش.